قرض اینقدر سخت بوده برادرها، در روزی قبر میمونند بعد میفهمی که کاش که قرض نمیدادم، میلیون میبود، خانه ما میفروختم، ماشین ما میفروختم میدادم و امروز در قبر آزاد بودم. حدیث مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب الدین مغلول فی القبر او کما قال، کسی قرض داره در قبر به زنجیر میبندنش، این دستش به این پشت میبندن، این پشت به این دستش میبندن. کوشش کنه قرض بده. خدای نکرده انسان قرضدار بمره در قبر در زنجیر بستگی. وارثاش از داملا پرسید گو خدای نکرده اگر قرضدار بیاید با حجت دلیل بیاید میبخش میتین ادا میکنیم؟ بچهش قدی دموز گو بله رستم جون، چرا که اگر ادا کنن قرضدار باشه، ادا کنن این آزاد خواه، ادا نکنن بستگیه. از ما شما نیم خشتگین خودتون در کیسه میگن تیز بخیزین. اگه فکر کنین در قبر با زنجیر دوستت به این پود بستگی باشه چقدر سخته. گفتن بهترین انسان کیه؟ گفت مالدار، سرمایه‌دار، قرضدار داره، حقی همون قرض ادا نمیکنه. صاحب حق میگه برده قرض ما بده، آخه من کار کردم در تایید حقی مرا ندادی. میگه غدن پگا بیو با پگا میآید، فرداش میآید با میگه غدن با پگا بیو. میگه فرد در روز قیامت در عذابی سخت گرفتاره، خدا نمیبخشه او را. همین امر معروف یک خانه ده کردم، خدا رحمتی اکای سعدلو بودم از میشناسین اوتای سورو. میگه مولوی رفتم گو ای سر یک پنجتیجه تو مگزینی پیش یک بینال گفت دکان به دکان در آمدم، گفتم دفترات نگاه که یک خرجدار نباشم که خدای نکرده من در قبر به زنجیر باشم. گفتن اکای سعدلو تو قرضدار نیستی بخشیدی مگر همون 10 سوم 20 سوم. گفت نه من زور گرفته باشم 10 سوم 20 سوم، نه که من قرضدار نیستم ان شاء الله. میگه همش گفت مولوی دیدم گفت قرضدار نبودم. تا کوچه در دکان کو دکان نه خلیل و میگه آمدم پرسیدم ایمون ببین انسانی که خدا بترسه، هر کس زمان ترسید شادش کنم از آتش دوزخ آزادش کنم، همین بترسین. قرضداران نگین ای 10 سومه ای 20 اکو پولی نیست، ای خیلی چی نمیکنه بو یخلو ای 100 سومه که همین قرضه هم 100 سومه میپرسه. نه عزیزان، طلب مغفرت، طلب معاف کنین. کسی قرض میته فضیلت چه بگم برادرها، کسی قرض میته هیچ وقت زلال نمیبینه. اگر دمی دنیا هم نگیرش زلال نمیبینه. چی بگم؟ قرض میتی تا آوردن قرض تا الله سبحانه و تعالی تو ده ثواب مینویسه. یک آدم قرض میتی او تا قرض تو آوردن تو ده هر روزش خدا ثواب مینویسه. دویم اگر در دنیا نداد مرد نمیته چی میگه؟ ای او را احمق کردم، ای او را فلان کردم، ای او یک طریق دهم بوزه چی کردم، ای تریش کردم، ای فلانش کردم، مقصد ندادم پولشه، دواندمش گفتم نیست پولمون. خیال کرده نه برادر، او فایده که تو گوری خودت کندی به دستی خودت، تو خودت در دوزخ تویی کردی. قرضداری قرض میته هیچ وقت زلال نمیبینه، در همین دنیا ثواب میگیره. روز قیامت خداوند میگه من تو را بخشیدم جنت بره، نه که پیش جنت ده یک کس تو دیگه ایمو قرضدار بوده برای حق همون را بده. می اومده که در پیش تو السلام علیکم میگفته در او دنیا هم پول دادم، ماشین گرفتی پول ندادی، تراکتور گرفتی پول ندادی، ای مغازه خرید میکردی پول ندادی، فلان ندادی، گفتی که قرض بده زن بچه زن میتون پول دادم نیاوردی پول، فلان چند بار آدم روی کردم حقارت کردی، گفتی نیستای اگه مرا قرض ما بده ما بعد میگه اونجا پول مول نیست. اونجا دیگه اونجا چیه؟ اونجا میگه ثوابات بده در جای قرض هیچی نداری، ثوابات بده. میگه ثوابم هم گرفتن. میگه انمو اندازه قرضی که من ترا دادم گناهای مرا حمل کرد. یعنی فهمیدین که هیچ وقت قرضدار زلال نمیبینه. پس برادرها کوشش کنین ایام دنیا حق مردم نخورین. ان شاء الله در جنازه داملا میگه که حق الله و حق العباد، حق الله با بندش نماز و روزه و حج زکات توبه کنه خدا میبخشش. میگه حق بنده بندش بخشیده نمیتونه. فردا روز قیامت هر کس حقش میگیره. در حدیث میآید گوسپندی شاخداری که گوسپندی به شاخ زدگی روز قیامت فیرادش میکنه، گوسپندش شاخدار شاخش میشکنه، گوسپندی به شاخ میته میگه بزن حق تا بگی چند شاخت زده بود. پس عزیزان من ظلم نکنین، حق یک کس نخورین، کار فرموندین حقش عرق شقاق نشده بودین. خدای نکرده دنیا قرض دار برین. خداوند کریم پروردگار ثواب ثمره امر معروف در نامه عملی
رحمتی کتابت بگردونه. خصوصا دخترای مهربانش فرزنداش نوساش در این مصیبت صبر عاجل کامل نصیب گردونه. خصوصا کسانی که ما و شما عزیزانمون پدر و مادر برادر در این شب و روز گذشتن خدا غریق رحمت شایسته جنت شو کنه. اهل قبور هم خدا پروردگار رحمت کنه. همین دعا را کنین هر وقتی که داخل مزار شدین بگین انا لله و انا الیه راجعون. از جانب خدا آمدیم به سوی خدا مییم. السلام علیکم اهل قبور. بعد انا لله و انا الیه راجعون. سلام بتین اهل قبور بگین خدا رحمتتون کنه. قیامت نزدیکه. ما همینه هر روز همینجا میاییم. خداوند کریم هم وقتی آمدیم قبرمون خداوند کریم از باغ جنت بگردونه. کسی در همین جنازه یکمون مالی مادی فکری معنوی جسمی خدمت کرده خدای تعالی گذشتگانش رحمت کنه.